که میدانی موج سنگین را به دست خسته میکوبد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد، میزند فریاد و امید کمک دارد. درودهای انقلابی من را پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران. 121 روز از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی گذشت. در این 121 روز مردم ایران دستاوردهای بسیار بزرگی داشتند. از تداوم این خیزش انقلابی، همبستگی داخلی و حمایت‌های خارجی میشه به عنوان بزرگترین دستاوردها ازشون نام برد. دستاوردهای بسیاری که تا قبل از این خیزش انقلابی و قبل از کشتن ژینا امینی، مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد کسی فکر نمی‌کرد که مردم ایران بتونن در این مدت زمان کوتاه همچین دستاوردهایی رو داشته باشن و رژیم جمهوری اسلامی رو تا این حد به عقب برونن. برای ارزیابی از این خیزش انقلابی طبق معمول برنامه‌های زنده تلویزیون کماله و حزب کمونیست ایران امروز همراه هستیم با رفیق کامیار احمدی، فعال سیاسی از اسلوی نروژ. رفیق کامیار، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان تلویزیون سیپرای. ازتون ممنونم که وقتتون رو در اختیار تلویزیون ما گذاشتین. خب همونطور که مطلع هستین این خیزش انقلابی بسیار باشکوه دستاوردهای بسیار بزرگی داشته تا به امروز. ارزیابی شما از این انقلاب چیه؟ بله، همونطور که شما هم گفتین این انقلاب تا همین لحظهش هم دستاوردهای بزرگی داشته در مبارزه‌ای که می‌بینیم تو خیابون و در سطح سیاسی، در سطح میدیا و در سراسر کشور، در سراسر جهان می‌بینیم این تقابل وجود داره و این مبارزه انقلابی وجود داره و دستاوردهایی رو مردم تونستن به دست بیارن، این انقلاب تونسته کسب بکنه و از اون سر و همینطور که در یک جنگ دستاوردهایی هست، زخمی هم داده میشه، کشته هم داده میشه، اسیر داده ایم. به هر حال در این 4 ماه، بیشتر از 4 ماه مبارزه سخت در خیابان، مبارزه سخت در کوچه و خیابان، در خارج از کشور، در تظاهرات، در تحصنات و ما کاملا میبینیم یک انقلاب کلاسیک در حال شکل گرفتن داره، پایه های اصلی خودش رو میسازه، دارن سازماندهی خودش رو انجام میدن در داخل. و یک نکته که شما اشاره کردی، شاید من بخوام بهش اشاره بکنم، اینه که شما گفتین مثلا که از دستاوردهای خارجی در یک به نحوی این شکلی هست، شاید اگر استادها و دولت‌ها رو ازش فاکتور بگیم یک انقلاب مردمی، یک انقلاب خلقی، یک انقلابی که پایه‌های طبقاتی داره و در کف از طبقات پایین هم شروع شده،
به هر حال در جهان هم استات‌ها یا دولت‌ها شاید آنچنان رغبتی به حمایت از چنین انقلاباتی ندارن در هیچ جای تاریخ، اما همینطور که می‌بینیم و ما تلاش ما در خارج کشور این بوده که بخش از انقلابیون، فعالین سیاسی، نیروهای چپ، نیروهای اینترنشنال رو همگام بکنیم و صدای انقلاب بشیم و جهان رو یا نیروهای فعالی اینترنشنال که خودشون در جامعه خودشون یک جورایی در این سالهای اخیر میشه گفت تب و تاب‌های انقلابی وجود داره از آمریکای لاتین تا هنگ کنگ. یعنی این انقلاب در ایران یک جا شاید از همان روزهای اول پاشو از خودش، از ایران، جغرافیای ایران و خاورمیانه بیرون گذاشت و امید عجیبی بین انقلاب در ایران و خاورمیانه هست از طرف نیروهای چپ و مردم عادی در اروپا و در آسیا و همچنین در آمریکای لاتین. بسیار سپاسگزارم. اشاره کردیم به امیدی که در دل مردم سایر کشورها ایجاد شده. خب آیا این انقلاب با توجه به اینکه همبستگی عجیبی در بین مردم ایران هستش، مثلا 43 سال رژیم سعی داشته به قول معروف تفرقه بی اندازه حکومت کنه، اما ما دیروز در 15مین جمعه اعتراضی در زاهدان بلوچستان شاهد بودیم که مردم شعار دموکراسی سر میدادن و اینکه حمایت هایی از مردم کردستان و سایر نقاط ایران و میشه گفت که نقشه 43 ساله رژیم رو برباد دادن و این یکی از بزرگترین دستاوردهاست. آیا این همبستگی داخلی و این دستاوردهای باشکوه تأثیر بسزایی یعنی قابل رؤیت باشه بر مردم سایر نقاط جهان گذاشته؟ من میتونم بگم که در حالا تحقیق میدانی که نشده ببینم، ولی چیزی که ما میبینیم از بیرون، این اتحاد یا این انقلاب طبقاتی میشه گفت، این انقلابی که پایهاش در طبقات پایینه و همینطور خواسته های طبقاتیه. میدونیم مردم از فقر و فساد دیگه به تنگ اومدن انقلاب بکنن. همونطور که شما میگین، خب جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کرد که به اسم قومیت، ناسیونالیسم و تفرقه افکنی بین قومیت ها، ملیت های ایران بتونه حکومت بکنه. اما چیزی که ما توی این انقلاب دیدیم این که خیلی فراتر از این حرف هست. وجود نیروهای سلطنت طلب در خارج کشور، نیروهای ناسیونالیست یک جورایی میخوان مهر خودشون رو به این سعی میکنن به خودشون رو روی این موج سوار بشن. شاید بعضی از دولت‌های غربی هم به این موج کمک میکنن، به این موج سواری کمک میکنن. ولی چیزی که هست، خصلت این طبقاتی انقلاب رو نمیشه با 4 تا ویدیو، یک شاهزاده و یک تلویزیون، پولهای آمریکایی یا غربی، نمیشه این رو تسخیر کرد. با انقلابی که پایه‌های مادی شو داره، نمیشه با هیچ چیزی موج سواری کرد. چرا؟ در بزنگاه‌های سیاسی قد دیدیم که انقلاب 57 رو چجوری بردن، اما این انقلاب نوعش، خواسته طبقاتیش یک جوریه که نمیشه به این سادگی موج سواری کرد، ناسیونالیسم رو بهش چسبون. تو ملت‌های دیگه هم این نکته خیلی مهمه. چیزی که تو خاورمیانه، تو لبنان هست، تو عراق هست و تو کشورهای حوزه آسیای مرکزی هست، این تو اونجا میبینیم یک تب و تاب‌های انقلابی. تو قرقیزستان هست، تو قزاقستان هست، این رو میبینیم. اگه ایران بتونه انقلاب موفق مردمی رو انجام بده، به طبع میتونه به کل منطقه خاورمیانه و حتی خارج از خاورمیانه هم قطعاً همینطور خواهد بود. اگر این رژیم مرتجع سقوط کنه، قطعاً مردم منطقه
همزمان با مردم ایران نفس راحتی میکشن. خب اونطور که از حرفای شما پیداست همه جهان یعنی سیستم سرمایه داری که حاکمه دوچار یه بحرانی هستش و میشه گفت که میگن که این بحران ادامه بحران سال 2007 و 2008. خب با توجه به اینکه همه مردم جهان، البته نمیشه گفت همه مردم جهان، اما بسیاری از نقاط جهان شاهد انقلاب ایران هستند، شاهد جسارت مردم معترض ایران هستند در برابر یکی از خونخوارترین و مرتجع‌ترین و دیکتاتورهای تاریخ چطور مقاومت میکنن. این یه نویدیه، مخصوصا از لحاظ جایگاه زنان که تا قبل از این بیشتر مردم، حتی خود زنان هم فکر میکردن که آزادی زنان مبارزش مختص خود زنان هستش، اما این انقلاب نشون داده که زنان و مردان در کنار هم و با هم هستن که میتونن آزادی رو به جامعه هدیه بدن و میشه گفت همون حرف معروف که تا زنان آزاد نباشن جامعه آزاد نخواهد شد. از ائتلاف هم گفتیم که خب چطور میشه الان آگاهی مردم نسبت به سال 57 در ایران بسیار بالا هستش. فکر میکنین، اشاره کردین که نمیشه اینو ربط داد به ناسیونالیسم یا نه، اما خب اینها میدیاهای پر بیننده دارن، نمیدونم سرمایه های بزرگی دارن که دستشون هستش، یعنی تحت هیچ شرایطی اونا میتونن این انقلاب رو قبضه کنن یا اینکه مردم ایران این رو قبول نمیکنن؟ قطعا اونا تلاش خودشونو خواهند کرد، قطعا پولاشونو خرج خواهند کرد، قطعا احزاب جدید خواهند ساخت مثل حزب نوین ایران و غیره، قطعا تمام تلاششون خواهند کرد. بس وقتی من گفتم این انقلاب خصلت طبقاتی داره، یعنی از ریشه های از همون قعر اجتماع، هم متاب در قعر اجتماع، به اضافه اون فاکتور مهمی که شما گفتین زنان بودن انقلاب تنها گارانتی هست که جامعه آینده بتونه یه جامعه برابر به جامعه سالمی باشه. جایی که نیروهای سیاسی، یک خلای سیاسی 43 ساله به وجود آوردن تو ایران، تمام نیروهای چپ میتونن اگر فاکتور زنانه بودن انقلاب رو به رسمیت بشناسن و کمک بکنن، قطعا آینده بهتری خواهد داشت. یعنی تنها چیزی که میتونه تضمین بکنه آینده سیاسی بعد از این انقلاب رو الان اون فاکتور زنانگیش هست، یعنی زنانه بودن انقلاب، حالا در تعریف و نیروهای راست هم از این سره که دارن میدونن زنانه بودن انقلاب یعنی برابری کامل، و برابری کامل یعنی هزینه بردار برای نیروهای راستگرا دست راستی. برای همینم از همین الان مردانگی رو میارن جاش میذارن، نمیدونم نیروها مرد کنار هم در زنانه بودن، جنجیان آزادی هیچ فاکتور مردانه‌ای وجود نداره، هیچ فاکتور اصلا بحث جنسیت زن هم نیست، بحث برابری مطلق. یعنی وقتی که زن به برابری کامل، همونطور که شما اشاره کردید، به برابری برسه، اون وقتی که اون جامعه آزادی کامل و برابری کامل رو به اون سمت خواهد رفت. چرا جامعه جهانی این گونه واکنش نشان داد نسبت به انقلاب؟ یکی از اوناش این مترقی بودن انقلاب و پروگرسیو بودنشه و نیروهای فمینیستی که در غرب هستن به شدت اونا رو تحت تاثیر قرار گذاشت. بیشتر نیروهای فمینیستی در خارج کشور، بیشتر نیروهایی که با ما همراه بودن، مبارزه کردن، صدای زنان ایران بودن، نیروهای فمینیست چپ بودن و هستن، و خود اونها هم احساس میکنن رهبری زنان جهان رو الان زنان ایران دارن. یعنی اون جسارت و اون مبارزه و اون خستگی ناپذیری و اون درایتی که تو خیابون، اون جسارتی که تو خیابون دارن و داشتن و کل از زندانیانی که دستگیر شدن، از همون ژورنالیست اولی که رفت سقز الهه که الان 107 روزه در زندان هست، رفت و در همون میدیای ایران شروع کرد به نوشتن از این انقلاب
و این اتفاق و مرگ ژینا در اون زمان و به همین خاطر هم مثلا الان تو زندان است. 20,000 زندانی و غیره. حالا دور نشیم به این بگم که بله فاکتور زنانه بودن، فمینیست بودن انقلاب یکی فاکتورهای مهم میشه. یعنی یکی این که طبقاتیه برای برابری کامل در سطح مادی و همینطور برابری جنسی و جنسیتی، و این نقطه شاخص این انقلاب برابری کاملشه. یعنی خواستهای برابری طلبانه و آزادی خواهانه اونجا هست. اونجاست که تعیین میکنه این انقلاب میتونه دزدیده بشه این بار یا نه. درسته نیروهای دست راستی تمام امکانات خودشون به خرج میدن، ولی هرچه این انقلاب بر همین دو ستونی که داشته از همین آغاز، یعنی زنانه بودن و برابری و آزادی و خواست آزادی، میتونه در همون خیابونها رقم بزنه و قدرتی که مردم دارن غیر قابل تصرفه. قدرت برگشتن قدرت به مردم، شعاری که ما در این اواخر اینجا همه جای اروپا سعی کردیم از رفقای اروپایی و رفقای خاورمیانه سعی کردیم این رو شعار اصلی بکنیم. تمام قدرت، برگشتن تمام قدرت به مردم. و این تمام قدرت به مردم، این شعار برها تاریخی و قدیمی هست. حالا کمونیستا میگوین تمام قدرت به کارگران، آنارشیستا میگوین به مردم. حالا اگه مردم رو حساب بکنیم، هر نوع مردم، بعضیا میگن خب مردم بورژوا داریم، ما مردم بورژوا نداریم. کسی به مردم بورژوا که به یک بورژوا نمیگه مردم، میگه اونی که امکاناتش بالاست. اون هیچ وقت با مردم نبوده. بورژوا هیچ وقت با مردم نبوده، پس نمیتونیم بگیم مردم. پس وقتی میگیم مردم اون طبقه ای هستن که در مبارزن از روز اولی که به دنیا میان، یعنی طبقه ای که هستن مبارزه میکنن فلان. برای همین این شعار استراتژیک رو ما سعی کردیم تو اروپای شمالی و حتی تو اروپای جنوبی هم این رو یعنی چیزی بذاریم که به اشتراک بین نیروهای اینترنشنال ما باشه. اینها هم در غرب معتقد هستن نیرو و قدرت دست مردم نیست، دست استات هاست و اساساً مردم با یک دموکراسی و پارلمانتاریسم کذایی اساساً از قدرت دور میشن. و همینطور اعتراضاتی که اینجا هست و مشکلات اقتصادی که شما گفتین از 2008 هم هست، به هر حال به اینجا فشار آورده. بعد از کرونا، قبل از کرونا فشاری بود، فشار اقتصادی در اروپا هست. ولی به نظر من این نقطه شعار استراتژیکی میتونه در حداقل در غرب باشه برای پشتیبانی از خاورمیانه. بله، میشه گفت این یکی از وجوه بارز این انقلابه که مطالبات آحاد مردم رو در بر میگیره، چه مطالبات اقتصادی، چه سیاسی و چه اجتماعی. کامیار جان اشاره کردی به زندانیان سیاسی که بیش از 20,000. البته کسی آمار دستش نیست، آمار واقعی، و همونطور هم که میدونیم در این رژیم هیچ وقت آمارها واقعی نبوده. اونطور که میگن بیش از 20,000 ما زندانی سیاسی داریم. 4 معترض در طول این مدت اعدام شدن. گفتن که 2 معترض دیگه به سلول انفرادی برده شدن و میخوان که صبح فردا اعدامشون کنن. اما خانواده این عزیزان و مردم مبارز انقلابی شب در مقابل زندان رجایی شهر کرج تجمع کردن و تونستن که با اتحادشون، با فریادهاشون این احکام رو لغو کنن. البته نه برای همیشه، شاید موقت، اما خب رژیم ترسید و این عزیزان رو اعدام نکرد. فکر میکنی با توجه به اینکه خب عزیزان بسیاری در زندان ها هستن و ما اون چرا که در خیابون ها میبینیم بسیار وحشیانه به این معترضین حمله میکنن و با شلیک مستقیم گلوله اونا رو میکشن، اگر که در دور از چشم مردم و در دخمه های تاریک و نمورشون آدم میتونه حدس بزنه که چقدر وحشیانه به این عزیزان تعرض میکنن و اونا رو شکنجه های جسمی و روحی میدن. این همبستگی که تا این حد تونسته رژیم رو به عقب برگردونه. چقدر مهمه که ادامه داشته باشه،
مردم جلوی درب زندان ها جمع بشن و حتی شعار زندانی سیاسی آزاد بشه رو به صدر شعاراشون بیارن، شعاری که بسیار مهم هستش و میشه گفت اونطور که باید در بین شعارهای مردم نیست. نظر در این مورد چیه؟ بله شما درست گفتین. یکی از نمونه های که قدرت مردم چی هست و چی میتونه انجام بده همین عقب نشستن رژیم در این دو اقدام به اعدامی بود که چند شب پیش در رجایی شهر میخواست اتفاق بیفته و مردم با حضورشون در زندان ها باعث شدن که به تعلیق بیفته. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد یک شعار استراتژیک در خیلی از حداقل از انقلاب فرانسه و کمون پاریس به بعد یکی از مترقی ترین شعارهای جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلبانه در جهان بوده و مدام این شعار نه تنها یک همبستگی ایجاد میکنه بلکه یک موقعیت سیاسی رو اعلام میکنه. یعنی ما در کجای سیاست هم ایستاده، اینکه برگرداندن قدرت و نشان دادن قدرت مردم به خود مردم، به خود طبقه کارگر که چه توانی دارن و تجمعشون میتونه چه انقلابی، چه تغییری و چه حمله‌ای به رژیم هست. این یکیه. از یک سو اینکه زندانیان سیاسی ما رهبران ما هستن، اونایی که رفقای ما هستن که اسیر شدن و این رو اعلام میکنیم که ما نه اونها نه خانواده هاشون رو تنها میذاریم و اونها رو آزاد خواهیم کرد. تنها راه آزادی زندانیان ما یک چیزه و اونم انقلابه. هیچ راهی نداره. اگه بخوایم از زندانیانمون رو آزاد بکنیم باید درب زندانها رو بشکنیم. این در آینده نزدیک خواهد رسید. یعنی زمانی خواهد رسید مردم با حضور در درب زندانها، شکستن درب زندانها زندانیانشون رو آزاد میکنن. این روزهای پایانی انقلاب خواهد بود. ولی نشان دادن اتحاد مردم با اسیرانشون در زندان این هم میتواند یک در جنبه مبارزه انترناسیونال هم مهم باشد. ما 2 هفته دیگه در 27 ژانویه با یکی از احزاب غیر پارلمانی ولی کمونیست و سوسیالیست اینجا قرار گذاشتیم که یک اکسیون بکنیم با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و در جامعه نروژ و همچنین برای جامعه ایرانیان یا انقلاب، برای حمایت از انقلاب ایران و از طرف نیروهای انترناسیونال و میخوایم این رو به همه اروپا هم سعی بکنیم بس بدیم. این شعار رو در ایران باید بیشتر از هر جای دیگه به کار بگیرن و در خارج از کشور نیروهای انترناسیونال باید ثابت بکنن انترناسیونالیست بودن خودشون رو. الان وقتش هست که ثابت بکنن با این شعار و به یاری زندانیان سیاسی بیان صداشون باشن و اون به هر حال ما اکشنایی کردیم، اکشنایی داشتیم در این حوزه برای رفقای در بندی که حکم اعدامشون اومده و تمام سعیمون اینه به هر شکلی که هست این اعدام ها رو متوقف بکنیم. یک چیزی که خیلی مهم است و من رو به فعالین سیاسی خارج کشور دارم صحبت میکنم و همچنین رفقای انترناسیونال اروپایی، اینه که اینجا در ایران جمهوری اسلامی میترسه، هراس داره از مردم به شدت و ما نباید به جمهوری اسلامی و موضوعاش رو خارج کشور که اونجا قتل میکنن، اینجا میان تعطیلات، این ترس رو به نمایندگی از انقلابیون، ما هم خودمون رو انقلابی میدونیم و ما هم مثل اون انقلابی که در خیابون هست و از جانش مایه گذاشته، انقلابیای خارج از کشور، انترناسیونال خارج از کشور قول دادن فضا ایجاد بکنن که جمهوری اسلامی در خارج کشور هم بترسه. بله بسیار سپاسگزارم. اما خب ما تجربه سال 57 رو داشتیم که مردم در آبان ماه 57 بیش از 1000 زندانی رو با دستان خودشون آزاد کردن و میشه گفت که این بسیار جای خوشحالیه که
با توجه به آگاهی و همبستگی که الان ما در این انقلاب میبینیم، بسیار ما میتونیم از این تجربه استفاده کنیم و این عزیزان رو نجات بدیم. اما الان که در مورد زندانیان سیاسی حرف زدیم، به نظر چقدر مهمه که الان خانواده‌ای هستن که اسامی عزیزانشون رو که بازداشت شدن رسانه‌ای نکردن؟ چقدر مهمه که این عزیزان اسامی عزیزان خودشون رو رسانه‌ای کنن تا مردم، رسانه‌های مختلف، چه در حالا خود ایران چه در خارج از ایران، بتونن صدای این عزیزان باشن و جمهوری اسلامی نتونه در سکوت خبری بلایی سر اونا بیاره. نظر در این مورد چیه؟ آیا این خیلی مهمه که اسامی عزیزانشون رو بگن و رسانه‌ای کنن یا نه؟ بله، مشخصا من حتی میتونم از زندگی شخصی خودم و اتفاقی که در قیام آبان سر خانواده ما اومد مثال بیارم که اگه اجازه ندم یا کسی اسمی از بچه‌ها و عزیزانشون رو در زندان بیاره، چه اتفاقی میتونه براشون بیفته. رژیم سعی میکنه با وعده و وعید که بچه‌تون آزاد میشه، شما رسانه‌ای نکنین، کاری نداریم، 1 ماه دیگه است و خانواده ها و به خاطر ترسی از اتفاق برای بچه هاشون میفته. طبیعیه، گاهن طبیعیه، ما میفهمیم طبیعیه این ترس، ولی من اعلام میکنم که هر کمکاری در این خصوص، اسم نبردن از عزیزان شما، خانواده های عزیز زندانیان سیاسی، اسم نبردن از عزیزانتون، خطر کشته شدن آنها رو چندین برابر میکنه، خطر شکنجه شدن آنها رو چندین برابر میکنه، احکام طولانی آنها رو چندین برابر میکنه. من ارشاد رحمانیان رو شاید خیلی از رفقا مردم در ایران و کردستان بشناسن. خب به هر حال یکی از قربانیان جانباخته های قیام آبان بود، پسرخاله منه. در وقتی که مادر من تماس گرفت و به من گفت که ارشاد ناپدید شده، من خواستم رسانه‌ای بکنم. متاسفانه خانواده اجازه ندادن، گفتن شاید از طریق من اگه این کار بشه برای بچه‌شون یا برای ارشاد اتفاقی بیفته و از این نمیدونستم کجا هم هست، کسی هم نمیرفت زیر بار این قضیه و اینجوری شد که بعد از 25 روز جسد شکنجه شده ارشاد کنار سدگاران پیدا شد و حتی نتونستیم ثابت کنیم اون رو دستگیر کرد. خیلی متاسفم. یاد همه عزیزانی که در راه آزادی و برابری جان باختند و یا میشه گفت اونا رو کشتن گرامی باد و امیدوارم ما همچنان ادامه دهنده راهشون باشیم تا به اهداف والای اونها برسیم. رفیق کامیار، شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیون ما حک شده شماره تلفنی هستش که بینندگان عزیز در طول شبانه روز از طریق پلتفرم تلگرام میتونن تصاویر، ویدیوها و عکس‌های خودشون رو برای ما بفرستن. همچنین میتونن در زمان پخش زنده اگر سوالی داشتن از مهمانان گرامی سوالشون رو بپرسن، اگر ملاحظه‌ای نداشته باشن میتونن تماس بگیرن و اگر نه میتونن با پیام از طریق تلگرام سوالشون رو برای ما بفرستن. همچنین انتقادات و پیشنهاداتشون رو اگر اجازه بدین تصاویری رو ببینیم، کوتاه برمیگردیم. گفتم به تو
کهکشان ماست، این کهکشان ماست. زرد زرد خاک این زمین از آن ماست. در شام بی طلوع ما از آن ماست. هر ستاره‌ای که می‌دمد به نام ماست. نقاب شب را پاره می‌کنیم، شب ستم را چاره می‌کنیم. که موی تو رمز صبح پیش روز، سپیده در برق تار موی تو. سپیده در برق تار موی تو. خسته‌ای از این کهنه زن، از شب ترس و بندگی. دیگری خاموشی بسد از شراره‌های خون. زبان می‌کشیم به نام زندگی. گلوله از نگاهت آب می‌شود، زمین ز نور سیراب می‌شود. که موی تو رمز صبح پیش روز، سپیده در برق تار موی تو. سپیده در برق تار موی تو. این تن از آن ماست، جان از آن ماست. ایران و انتخاب این و آن از آن ماست. از کاممان گذشت درد بی غرور، سینه را سپر کنیم که حق از آن ماست. هراسشان ز تاب موی توست که شعله رهاییست. به موی تو به اتحادمان فرو ریزد این سیاهی. گلوله از نگاهت آب می‌شود، زمین ز نور سیراب می‌شود. که صبح آزادی پیش روست، سپیده در برق تار موی تو. سپیده در برق تار موی توست. ای شرقی غمگین، وقتی افتاد تو رو دید، تو شهر بارانی باید تو پیچید. شب راهشو گم کرد، یکی سوی تو گم شد. زن زندگی آزادی توی عالم پیچید. ای شرقی غمگین، تو مثل کوه نوری، نزار خورشید بمیره. تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیره. درودهای دوباره من رو بپذیرید عزیزان بیننده. در این برنامه در خدمت رفیق کامیار احمدی، فعال سیاسی از اسلوی نروژ هستیم. رفیق کامیار، درودی دوباره.
سلام. فکر کنم گوشی من یه اتفاقی برش افتاد. ببخشید. سلام خدمت شما و بینندگان برنامه. رفیق کامیار، خب ما از جنبه‌های مختلف این انقلاب رو بررسی کردیم. اجازه بدید یه نگاهی هم به طبقه کارگر ایران بندازیم. خب ما در 121 روز گذشته شاهد اعتصاب‌های مختلفی بودیم، چه در کردستان و چه در سایر شهرهای ایران و مثلا از کسبه و بازاریان گرفته تا کارگران صنعت‌های مختلف، مخصوصا صنعت‌های کلیدی از جمله صنعت نفت. و 2 روز پیش هم شاهد این بودیم که شورای هماهنگی کارگران سازماندهی کارگران رسمی نفت یه بیانیه صادر کرده بود تحت عنوان این آخر بازیه و حالا نوبت ماست و اینا، و مطالبات خیلی خیلی رادیکالی هم در اون بیانیه مطرح شده بود و میشه گفت به رژیم التیماتوم داده بودن. خب همونطور که میدونیم اعتصاب، من همیشه در برنامه‌ام اینو میگم که اعتصاب مدرسه انقلاب هستش و اعتصاب کارگران، مخصوصا کارگران صنعت‌های کلیدی، ستون فقرات اعتصابات عمومیه. ما خب قطعاً تک نفر شاهد حضور کارگران بودیم و همین عزیزانی که اعدام شدن و بیشتر عزیزانی که الان در بند هستن یا روبوده میشن حتی یا زخمی میشن فرزندان کارگران هستن. خب شاهد این بودیم که این کارگران حتی صنعت نفت هم چندین اعتصاب باشکوه داشتن، از جمله در 26 آذر ماه که خود کارگران نفت بسیار از اون راضی بودن و گفته بودن که این قدم اوله. اما هنوز هم اونطور که ما انتظار داریم، اونطور که تجربه سال 57 نشون داده که کارگران هستن که میتونن میخ آخر رو بر تابوت رژیم بزنن و میتونن انقلاب رو به پیروزی برسونن، ما اونطور که انتظار داریم و مردم انتظار دارن شاهد حضور طبقه کارگر نبودیم. به عنوان یه طبقه با پرچم خودشون، با شعار خودشون، شما موانع حضور کارگران رو در چی میبینید؟ و اشاری هم اگه به این داشته باشین که ازتون ممنون میشم که بعضیا میگن که خب کارگران اگر بیان با مطالبات صنفی خودشون میان، آیا این مطالبات صنفی هستش یا سیاسی؟ اولا دقیقاً به مهمترین شاید قسمت داستان یک انقلاب طبقاتی اشاره میکنیم و اون هم حضور طبقه کارگره. درسته این انقلاب به زعم من یک انقلابه که پایه‌های طبقاتی داره، ولی شما از یک ابزار استفاده کردین، یک ابزار توانمند در انقلاب برای پایان دادن به یک سیستم سیاسی اقتصادی و اون هم طبقه کارگره. و دلیل اینکه طبقه کارگر میتونه پایه‌های یک سیستم سیاسی اقتصادی رو به هم بریزه، حضور خودش در اون جایگاهه، یعنی حضور اون به عنوان نیرو مولده و دسترسیش به ابزار کار. اینکه واقعا همه که به اونایی که دستگیر شدن فرزندان کارگران، اونایی که کشته شدن بخشن بعضیشون کارگران بودن در تظاهرات خیابان، ولی اینکه چرا طبقه کارگر متشکل راسخ نمیاد بیرون و اعلام حضور نمیکنه و اعتصاب نمیکنه، نمیاد بیرون، منظورم نیست از کارخونه بیاد بیرون، ولی همون اعتصاب نمیکنه به اون شکلی که انتظار هست. در این 43 سال خب جمهوری اسلامی در این استبداد مطلق نذاشته هیچ تشکل کارگری وجود داشته باشه و این هیچ تشکل کارگری که قانونا و آزادانه بتونن مجامع عمومیشون رو شکل بدن و آزادانه بتونن شوراهای کارگری مستحکم دارای تاریخ بسازن نیست و اجازه نداد. با همینطور که اجازه نداد خیلی تشکل‌های مدنی دیگه هم خیلی شکل بگیریم، ولی با طبقه کارگر از روز اول با همون مشت آهنین برخورد کردن. طبقه کارگر اولا این استبداد و یکی عواملاش رو می‌پردازم، یکیش این استبداد شاخص‌ترین فاکتور. مسئله بعدی هم نبود حزب قانونی باز هم منتسب به طبقه کارگر، حزبی که میتونه مغز طبقه کارگر باشه، حزبی که میتونه نزدیک، توانمند و همراه با طبقه کارگر حضور داشته باشه. اونم به خاطر اینکه احزاب در ایران غیر قانونی بودن و همه از ایران رانده شدن.
این دو تا فاکتور هست. طبقه کارگر چون که اگه با اعتصاب، ما میدونیم شما هم گفتین اعتصابات همگانی شد، طرف یه دکه سیگار فروشی داره و اونم تعطیل کرده، اینکه از سر شهامتشون نیست، این شهامت ندارن یا اون کارگر همون کارگره، ولی وقتی به کار گروهی برمیگردیم یعنی همه با هم، اون وقت نیاز به سازماندهی و تشکل داریم. وقتی سازماندهی و تشکلی وجود نداشته، برای همین هم این مشکل هست که میبینیم کارگران در این چند ساله اخیر شروع کردن، میبینیم در هفت‌تپه نمونه واقعیشه، فولاد اهواز هست، کارگران شرکت نفت میبینیم با اون امنیتی ترین جای کشور، همون کارگاه ها و کارخونه های نفتی و پالشگاهی هستن. به هر حال این هست، ولی میبینیم زیرزمینی بنابر اعتماد، بنابر اشتراک، بنابر زندگی مادی کارگران که تن به تن همدیگر، عرق به عرق همدیگر دارن کار میکنن و در زندگی مادی هستن، اونا یعنی فی نفسه در حال شکلی یک سری از سازمان ها هستن. قطعا طبقه کارگر حضور پیدا خواهد کرد، قطعا طبقه کارگر آخرین میخا رو بر این تابوت خواهد زد، اما همیشه زمان میخواد. طبقه کارگر تا اون روز آخری که احساس کنه دیگه دقایق و روزهای آخرین این حکومت، قطعا اون میخای آخر رو خواهد زد با اعتصابات سنگین در صنایع سنگین و صنایع حیاتی سیستم جمهوری اسلامی. قطعا این اتفاق خواهد افتاد، ولی همونطور که گفتم طبقه کارگر نیاز داره، یعنی همیشه سبک سنگین میکنه. هیچ وقت طبقه کارگر در هیچ انقلابی نیومده بیرون که شانس بردش رو خیلی پایین ببینه یا این شکلی. وقتی میاد دقیقاً که به اون لحظه آخر رسیده باشن. پس تنها کاری که ما نیاز داریم برای طبقه کارگر یا در طبقه کارگر نیاز داره، اون شکل از سازماندهیه که باید بهش دست پیدا بکنه و یک سازماندهی درون خود، یک سازماندهی منتسب به خود و همون کارگرها با یک مجمع عمومی و شوراها. ولی به هر حال همین کمیته هایی هم که در کارخانه ها هستن میتونن الان به کمک انقلاب بیان، کم اما بیان به کمک انقلاب، ولی میان، منظورم اینه اومدن ولی کم بوده، مثل فولاد اهواز که دیدیم، کارگران شرکت صنعت نفت شما اشاره کردیم. ولی خب طبقه کارگر همونطور که شما گفتین مهمترین و اساسی ترین طبقه است برای تغییر سیستماتیک و اساسی و نه برای یک رژیم چنج. اونایی که دنبال رژیم چنج هستن مطلقا مسئلهشون طبقه کارگر نیست و حتی یک بارم ازش حرف نمیزنن. اگرم میزنن میان میگن شما یعنی کاری انجام بدین که ما چنج کنیم یا تغییر بدیم رژیم رو از بالا. برای همین ساختار یک انقلاب بنیادین رو که اونا نمیخوان. پس سوسیالیستا مردم و طبقه زحمتکش هستن که به اونا نیاز دارن و اون کارگر پرولتر صنایع سنگین نیاز داره با اون اعتصاب متشکل پایان بده و چرخی اقتصادی مادی سیستم سرمایه توی. منظورتون اینه که تا زمانی که این انقلاب به درازا بکشه به نفع مردم و از جمله طبقه کارگر هستش که فرصت این رو داشته باشن که در درون خودشون دست به سازماندهی بزنن. خب سوال دومم که ازتون پرسیدم و جواب ندادین، آیا کارگران فقط به خاطر مطالبات صنفی خودشون هست که دست به اعتصاب میزنن؟ ببخشید نوشته بودم یا مطالبات صنفی راستش شخصه بارها منم اینم شنیدم، چه وقتی که تو ایران بودم چه در خارج کشور. من چیزی به اسم مطالبات صنفی برای طبقه کارگر نمیدونم یعنی چی، ولی هر چیزی تو طبقه کارگر، یعنی حقوق طبقه کارگر سیاسی ترین نوع مبارزه است، یعنی تغییر، یعنی گرفتن حقوق بهتر، مزایای بهتر و مبارزه سیاسیه. سیستم کاپیتالیستی نمیتونه ماهیتا نمیتونه بیشتر از اون چیزی که براش تعیین شده سود بده، یعنی پول بده، حقوق کارگر بده، چون از اون سودش کم میشه. هر اقدام عملی طبقه کارگر، صنفی طبقه کارگر مستقیما سیاسیه، مستقیما تضعیف کننده سیستم سیاسیه
برای همین میگم که هیچ مطالبه صنفی برای طبقه کارگر، برای معلم هم همینطور، برای طبقه کارگر، برای معلم و کلا طبقه کارگر یک امر سیاسی است. بسیار سپاسگزارم. خب در حرفاتون چندین مورد اشاره کردیم به فعالیتاتون در خارج از ایران و اینکه خب شما هم جز اون انقلابیونی هستید که در خارج از کشور دارین برای این انقلاب تلاش میکنید. میشه خیلی کوتاه به ما و بینندگان عزیزمون بگید که در طول این خیزش انقلابی شما چطور صدای مردم ایران بودید و چه کارهایی انجام دادید؟ بله، بعد از تظاهرات برلین که اتفاق افتاد ما برلین رفته بودیم و چندین کلکتیو اونجا شکل گرفته بودن، کلکتیوهایی که نیروهای دانشجو یا غیر سیاسی بودن و تو احزاب سیاسی نبودن. الان زمان دوره انقلابی بود و تو دوره‌های انقلابی همونطور که میدونید احزاب متولد میشن، گروه‌های سیاسی متولد میشن، شوق انقلابی خیلی بالاست. برای همین ما هم تصمیم گرفتیم در نروژ همراه با سایر اروپا کلکتیوی ساختیم با حضور کلکتیو انترنشنال ضد استبداد، با حضور نیروهای انترنشنال غربی اروپایی و نیروهای خاورمیانه و تو این در تلاش بودیم صدای انقلاب باشیم، تلاش بودیم امکاناتی در حد توان اگه باشه، چه سیاسی چه مادی معنوی چه هر شکلی که در توان ما باشه، محلات داخل کشور رو تقویت بکنیم، کمیته‌های محلات رو با احزاب چپ و سوسیالیست ایرانی و غربی در تماس بودیم، با بخشی از نیروهای انترنشنال آنارشیست هم در تماس بودیم. به هر حال تلاش ما اینه در خارج کشور صدای انقلاب و خود انقلاب باشیم، هم صدای انقلاب باشیم و هم خود انقلاب در خارج کشور و به همراه خیلی از کلکتیوهای دیگه در اروپا تعداد زیادی نیروهای جوان رادیکال با دانش از اروپایی ها و از خاورمیانه‌ای ها فعلا تونستیم دور یک سری مطالبات مشخص ضد کاپیتالیستی، آزادی برابری برای ایران، ضد استبداد برای کشورهای استبداد زده و غیره زیر همین پلتفرما کار بکنیم و از همینجا از تمام دوستا و رفقای عزیزی که در خارج از کشور داخل کشور همراه بودن ممنونم و از احزابی مثل حزب کمونیست ایران هم تشکر میکنم که با ما همکاری خیلی نزدیک داشتن و ما رو همکاری کردن. سپاسگزارم. خب تأثیری داشته؟ تأثیر مثبتی داشته؟ به نظر من تأثیر زیادی داره. سبک کار ما اساساً یک جورایی آزادانه تر از احزاب سیاسیه. ما مردمی رو سازمان میدیم که تا دیروز عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده، مردمی رو که میخوان انقلاب رو میخواد، آزادی و برابری رو میخواد. بخصوص نیروی فشار ما در خارج کشور بر نیروهای انترنشنال اروپاییه که اونا اگر انترنشنال هستن و اگر به سوسیالیسم، اگر به آزادی، اگر به برابری معتقد هستن، برای آنها نباید فرقی بکنه، چه در اسلو باشه چه در بغداد. برای همین بیشتر ما فشار ما گرفتن نیرو پتانسیلایی که اینجا هست، فشار بر دولت‌های اروپایی و غربی و همچنین سازماندهی کردن نیروهای انقلابی انترنشنال برای وقتی که انقلاب در هر کشوری که بخواد شکل بگیره به هر حال شاید نیاز به کمک ما هم باشه که قطعا هم هست و ما از هر اولا از اینجا هم اعلام میکنم که کلکتیو انترنشنال آنتی تیرانی مطمئنا اجازه نمیده جمهوری اسلامی به راحتی کاراشون رو، استراحتشون رو و تعطیلاتشون رو تو اروپا بگذرونن. این اعلام ماست به جمهوری اسلامی در خارج کشور و در داخل کشور. ما هر گروه، کمیته
که برای انقلاب تلاش میکنه، حاضر به همکاری با اونا و تهیه امکانات برای اونا هم هستیم. منظورم نیروهای چپ هم هستن. بله خب داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم و اونچه که مسلمه اینه که کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، اما شما در کوتاه مدت با توجه به شرایط اینی که ما شاهدش هستیم این انقلاب رو چطور پیش بینی میکنید؟ من این انقلاب رو با تمام شاخصهای سیاسی و تمام شاخصهای مادی واقعی که داره یک انقلاب پیروز میدونم و احساس میکنم کسی که هنوز خودش رو راه ننداخته با این انقلاب و ساعتش رو با این ساعت این انقلاب کوک نکرده قطعا جدا مونده، از قطار انقلاب جدا مونده و من امیدوارم، خیلی هم امیدوارم به این انقلاب، نه فقط برای ایران، من امیدوارم که این انقلاب آغازی بشه برای یک سری انقلابات خلقی طبقاتی علیه نیروهای حکومت‌های استبداد زده منطقه تو خاورمیانه و همچنین الگوی خیلی واضح روشنیه و درستیه حتی برای نیروهای انترنشنال تو اروپا. من یه چیزی رو بگم، به هر حال یکی از فیلسوفا اسمشون این برم همین اخیراً میگفت برای یک بار غربی‌ها باید بنشینن و این بار فقط نگاه بکنن و بیاموزند از چیزی که در ایران در حال اتفاق. بله ممنونم. کامیار جان اگر حرفی داری که بخوای بزنی در تلویزیون ما به گوش مردم مبارز ایران برسه یا اینکه پیامی داری برای هر کسی که صداتو میشنوه یا نکته‌ای که من در سوالام ازت نپرسیدم میتونی کوتاه بگی، ازت ممنون میشم. متشکرم. پیام من به اون انقلابیونیه که چشم و چراغ این انقلاب هستن و تو ایران هستن. ما هر انقلابی یک مغز انقلابی داره که تو اون محلات و تو اون کوچه ها و تو اون خیابون ها در همین حال حاضر در حال سازماندهی و طرح پلان و نقشه است برای فرداش. چشم و چراغ این انقلاب شماست. شما باید نیروها رو مردم رو سازمان بدید. شما باید قدرت رو به مردم برگردونید. شما باید به مردم اعلام بکنید و به کمک اونا اعلام بکنید چه توانی در تجمع، در خواست و در قدرت مردم، اون مردمی که همه خیال میکنن بی‌پناهن، ناتوانن، نه، قدرت در پیش مردمه، قدرت با طبقه است، قدرت با ماست و تمام چشم و چراغ این انقلاب، بازم میگم این انقلابیون داخل ایران هستن، مواظب خودشون باشن ولی کوتاه نیان، سازمان بدن و ما همچنان از اونا پشتیبانی میکنیم و صداشون خواهیم بود. بله بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنونم که وقتت رو در اختیار تلویزیون ما گذاشتیم و دعوت من رو قبول کردیم. متشکرم از شما که دعوت کردین از من و بازم تشکر میکنم از تلویزیون سیکرای. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق کامیار احمدی، فعال سیاسی از اسلوی نروژ با ما بودن. به امید روزی که ما شاهد این باشیم که زندانی سیاسی نداریم، به امید روزی که شاهد این باشیم که در ایران برابری کامل هستش، استثماری نیست، ظلمی نیست، اعدامی نیست و رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو با همین دستهای خودمون برای همیشه به قعر تاریخ بسپاریم. به امید اون روز، به امید آزادی برای زن، زندگی، آزادی. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. خیزیم به رقص پیروز میدانیم، به زیر یک درفش و پیمانیم. تو میایی کنار من برقص، صدای ما درفش ما درفشدم چو برق صبح آزادی سرایدیم.
خروش خشم مردمان سراییم سرود آزادی چه سرگویی بر طبع این شادی می‌کشد بیدار است می‌جنگد با فریاد می‌خواند پیروزی به پیش پیروزی هم برو هم دست نمی‌خوریم شکست زن زندگی آزادی امید و صلح و شادی تن وطن گداز وحدت است به هر جهت به شوق و حرکت است ز کوه و دشت مذاب و آتشین گذر کند به یادگار خشم و کین جهان دهد به راه او درود پیام او خروش سخت رو تو خیز به رزم سفر به غایت است هزار هزار دم از حقیقت است که هر نفس سپاه قدرت است به دست او سفیر عدل و نور عقل و زن کنون به آتش و به خون دلیر و گل کنار کارگر است می‌کشد بیدار است می‌جنگد با فریاد می‌خواند پیروزی به پیش پیروزی هم برو هم دست نمی‌خوریم شکست زن زندگی آزادی امید و صلح و شادی هموطن میان کوچه ها برای حمله ناگرفته خون پای ریخته برای زن